مؤلف رحمه الله تعالی در اینجا دلیل قول الله سبحانه و تعالی را می‌آورد در بیان احسان. الله می‌فرماید و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین انه هو السمیع العلیم. این قول الله سبحانه و تعالی را می‌آورد. و تکیه کن، یعنی توکل کن به پروردگار عزیز و رحیم، آن پروردگاری که تو را می‌بیند هرگاه که می‌ایستی، راست می‌ایستی، هر عمل را انجام می‌دهی و حرکت‌هایت را نیز می‌بیند میان رکوع و سجده و قیام. بیشک او پروردگار شنوا و داناست. سوره شعراء آیات 117 120. و این قول الله سبحانه و تعالی که و توکل نما یعنی که تنها با پروردگار تکیه نما عمومی است. در همه حالت، در هر حال با او تکیه کن، نه با کسی دیگری. توکل با او داشته باش. پس این امر و توکل فعل امر است، دلالت بر تاکید می نماید. با جا آوردن توکل تنها برای او که توکل یکی از عبادات قلبی است. عبادات قلبی است، در مفهوم ایمان داخل می شود و این برای هر مسلمان واجب است که با پروردگارش در هر حال توکل کننده باشد. و این خاص مسلمان قوت دل اوست، اطمینان قلب اوست، سپارش تمام عملها امور به الله سبحانه و تعالی و سپس بر اسباب نیز چنگ زدن. و توکل علی العزیز گفت، یعنی با آن ذات توکل کن که شکست ناپذیر است، پروردگار قوی و پیروزمند است که هیچ کس او را غالب کرده مغلوب کرده نمیتواند و او پروردگار غالب و قادر و تواناست و هر کسی هر چیز در نزد او مغلوب شده هستند. و توکل علی العزیز الرحیم گفت، در حالی که در این آیه کریمات شکست ناپذیر خود را بیان کرد، قوی، پیروز، غالب، و در دوام چی فرمود؟ رحیم، مهربان است با مؤمنان الی برین. اینقدر قدرت و عظمت را دارد با الی برین، با بندگانش مهربان است، رحیم است. رحمت او شامل همه انسان هاست، حیوان ها، چرنده ها، با این قدر قدرت. اما اگر ظالما را نظر نمای کمی قدرت پیدا نمایند، چقدر فسادی میکنند. پس اینجا مناسبت عجیبی است در این آیه کریمه. الله عزیز است، قدرتمند است، قوی است، غالب است بر امرش. الی برین بود در دوام چی گفت؟ رحیم است، مهربان است. پس چگونه با این گونه پروردگار ما توکل نکنیم؟ پروردگار ما را از بندگان قرار بده که همیشه با تو توکل کننده باشیم. در دوام آیه چی فرمود؟ الذی یراک حین تقوم، آن پروردگاری که تو را میبیند هنگامی که از برای نماز یا که هر عمل انجام میدی میخیزی، برمیخیزی. در اینجا در این آیه خاص نماز را در نظر دارد. آن پروردگار تو را میبیند تو هنگامی که از برای نماز برمیخیزی، مخصوصا نمازهای شب، نمازهای تهجد، نمازهای نافله. وقتی که بیشتری از مردم در خواب هستند، در غفلت هستند، تو برای پروردگار خود قیام میکنی، تهجد میخونی و بر او نیایش میکنی. راز دل خود را با آن پروردگار میگویی که شنوا و بیناست و دعای اجابت کننده است. و تقلبک فی الساجدین، در ادامه فرمود، یعنی الله میبیند که چی گونه تو در نماز، در رکوع، در سجده و بعد از سجده قیام حرکت میکنی. تمام حرکت تو رو میبیند. و همچنین در میان دیگر نمازگزاران وقتی که با جماعت نماز میخونی، همه حرکت تو رو، هر چیز تو رو میبیند. تو زیر نظارت الله هستی. و در دوام چی فرمود؟ انه هو السمیع العلیم، به درستی که او شنواست، تمامی سخنان پنهان و آشکار را میشنود و علیم است، همه حرکات و سکونات تو را نیز میبیند، صحبت تو را، ذکر تو را، عبادت های تو را، سخن پنهان و آشکار تو را، نیت تو را، چی مقصد داری، باطنت را، همه بر الله آشکار است. بیشک او شنواست، همه گفتار بندگان را میشنود و داناست، همه حرکت های بندگان را به هر حال میبیند. از اینجا برمیآید که توکل این امر واجب است و عبادت قلبی است. سپردن همه کارها به الله با گرفتن سببها. دل بنده باید در همه کارها با الله سبحانه و تعالی تکیه کننده باشد، نه بحث بر اینکه انسان ظاهرانه بر کار کوشش میکند، تلاش میکند، بر اسباب چنگ میزند. علاوه بر این چیز، قلب بنده تنها به سوی پروردگارش مایل باشد که او از آسان کننده کارها. و در اینجا الله توصیف شد با قدرت در این آیه کریمه، عزیز و در حال رحیم. در این هنگام میفهمه که انسان اطمینان کامل دارد که الله سبحانه و تعالی غالب است بر امرش، ولیکن بیشتری مردم نمیدانند. و پروردگار نگهبان ما و شمایان است، ما و شماست. پروردگار است که تمام عبادت های ما و شما را میبیند، از قیام شب، سجده ها، خاکساری ها، عبادت ها. وقتی که انسان در حال بفهمد، باید بیارد که زیر نظارت پروردگار است، در قیام، در رکوع، در سجده، در گفتار، در رفتار، در کردار، نمازش خوب می شود، گفتارش خوب می شود، رفتارش خوب می شود.
چون میدوند که زیر نظارت است. اما انسان اگر این را درک نکرد دیگر هر عملی فساد، هر عمل فساد میشود، فاسد میشود. فاسد میشد و فاسد کننده هست. نه تنها خودش فاسد است بلکه باز دیگران را فاسد میکند. الله سمیع العلیم است. در آخر گفته تمام ذکرهایت را میشنود، تمام احوال قلبت با خبر است. ای بنده، برای همین دیگه جای گریز نداری. خودت را اصلاح کن، قلبت را اصلاح کن. اگر از زیر نظارت مردم پنهان هستی، ولیکن از زیر نظارت الله سبحانه و تعالی هرگز و هرگز پنهان نخواهی ماند. اگر چه در نزد مردم خوب هستی، خود را خوب نشان میدهی، الله ما و شما را از خوبان بگرداند، ولیکن از اعمال پنهان و آشکار ما و شما الله سبحانه و تعالی دانا هست. پس این آیه کریمه احسان را کامل میکند. عبادت با الله را با حضور قلب، با احساس دائمی که او تو را میبیند و تو را میشنود.